ناصر بخاریف در یک نقطه سیرودم دوشنبه داروخانه دارد. او 20 سال باز در این ساحه کار میکند. میگوید در 2-3 روز اخیر مردم به موادهای بهداری توجهی بی‌سابقه دارند. اصلا ساکنان شهر وقتی که داخل داروخانه ها میشوند اصلا وای برای پیشگیری کردن یگان وای برای پیشگیری کردن همین کسالی که در اوضاع هست برای پیشگیری کردن هم نقاب ها میخرن و موادهای اسپریتی میخرن برای توزیع کردن برای پیشگیری کردن گرچه که حاضر کسالی وجود نداره در ما. اگر قبلا مردم احیانا و در حالتهای خیلی ضرور از نقاب و محلولهای دیگر برای تازگی یا سلامتی استفاده میکردند، حالا اکثریت به این موادها از خانه بیرون نمیشوند. خطر تهدید کرونا ویروس سبب شده که قسمی از ساکنان شیوه زندگی خود را تغییر دهند و به تازگی خود و اطراف توجهی جدی ظاهر کنند. برای محافظت سلامتی هر یک انسان همین نقاب ضرور است. حالا در همه مملکت ها مثل کسالی های خیلی ویروس بسیار شده است. برای ما خواهش میکنیم که همه با نقاب ها محافظت کنند. در جایهای سیرودم به نقاب نگشتن و هر لحظه با صابون شستن دستان از تاکیدهای اصلی والدان و آموزگاران به کودکان شده است. این قاعده هایی به نظر عادی را مقامات هم پیوسته به ساکنان تاکید میکنند. با اون درجه که ما از این یک فکر میکنم وایمه زیاد کرده استادیم با اون درجه هم بودن نمیتواند. این نه خلیر است نه چومه است. من با تکرار میگم لیتال است فوت از این کسالی در دوره 3.5 فاز رو تشکیل میده خلاص. توجه و ترس از خطر کرونا ویروس قبل از بازار داروخانه ها را پرودم کرد. حالا دریافت نقاب‌های طبی و با نرخ ارزان در پایتخت کاری آسان نیست. همین طور اگر پیشتر مردم تنها یک نوع این نقاب را میشناختند و آن هم فقط ضمن خاکباری شدن باد و هوا استفاده میشد، حالا دیگر نوع‌های جستجو می شود که تواند از سرایت به ویروس حفظ کند. برای پیشگیری کردن همون ویروس‌هایی که حاضر در جهان هست، همون پیشبندک و موادهای اسپریتی سپیرت سورا پیشکی میگیرن. کمچین شدن نقاب و دیگر موادهای ضروری در داروخانه ها نگرانی ها را زیاد و صف خریداران را در این نقطه ها بیشتر کرده است. این نگرانی ها هم سبب شد که مقامات وزارت تندرستی دیگر باره به نزد خبرنگاران حاضر شوند. عموما پوشیدن نقاب در کوچه یگان منفعتی ندارد. پوشیدن نقاب فقط در جایهای جمعیتی در داخل بیناها که انبوه زیاد آدمان هست با طور به مانند داخل کنسر داخل یگان تالار مجلس در ضمنی وای بودن ضمنی موجود بودن ویروس و بعضا در داخل نقلیات جمعیتی توسط داده می شود. متاسفانه امروز زبان مردم به مانند مواد خوراکه با تعلق افتاده هر گونه نقاب دسترس می‌نمایند. این یگان وای ندارد. همین رو خواهد نمودنی هستم که از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری شماره معینی موادهای محافظتی، موادهای بی‌ضررگردانی و موادهای معالجوی ذخیره گردیده‌اند. در حالی که مردم در چند روز اخیر با ترس و هراس به خریداری موادهای آنتی باکتریالی شروع کردند، مقامات تاجیک و هم سازمان جهانی تندرستی اظهار داشتند که در این کشور یگان حالت سرایت یابی ثبت نشده است و قاعده هایی که هر لحظه به ساکنان تاکید می شود از عملهای معمولی است که هر شخص به خاطر حفظ صحتی خود باید همیشه آن را رعایت کنند.